1 2 3 خوبه الان. سلام به دوستان عزیز، خیلی ممنون که امروز اینجا اومدیم در کنار هم باشیم و صدای مردم ایران باشیم. در اینجا این گرد همایی که ما اینجا هستیم از 4 نهاد با هم همکاری داشتیم: ایران پروتست، مالمو، لوند، هلسینبوری، سازمان حق زن، کانون ایرانیان جمهوری خواه جنوب سوئد، فعالین کرد و انجمن صلح کارلسکرونا که البته دوست عزیزمون نتونستن از کارلسکرونا امروز بیان به دلیل که بیماری برشون پیش اومد، ولی ما اینجا هستیم با همون آدما و صداشون هستیم. شروع میکنیم با مسئله مهمی که الان در ایران وجود داره و همتون میدونین که چی هستش و عزیزان ما رو دارن اعدام میکنن و همینطور ادامه داره در سال جدید هم. نه به اعدام، زنده باد زندگی. ما امروز در اینجا جمع شده ایم تا به اعدام‌های دست جمعی در ایران اعتراض کنیم که در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. ما بخشی از یک کمپین بین المللی علیه اعدام‌ها هستیم که از 13 ژانویه آغاز شد و امروز با تظاهرات بزرگ در مجموع 14 کشور و 41 شهر در سراسر جهان به پایان میرسد. ما امروز اینجا هستیم تا یک صدا فریاد بزنیم: اعدام‌ها را در ایران متوقف کنید. مجازات اعدام یک مجازات نیست، قتل عمد دولتی است. دولت‌ها هرگز نباید شهروندان خود را اعدام کنند. مجازات اعدام متعلق به یک نظام حقوقی مدرن و متمدن نیست. عصر حجری است، وحشیانه است و باید بیدرنگ برچیده شود. کشورهایی که از مجازات اعدام استفاده می کنند نرخ جرم کمتری ندارند. به جای آن مشاهده می شود که جامعه به عنوان یک کل به هم ریخته و ملتهب‌تر می شود، زمانی که دولت حق تصمیم گیری در مورد زندگی یا مرگ شهروندان خود را می گیرد. مجازات اعدام ابتدایی ترین حقوق بشر، حق نفس کشیدن را سلب می کند و به یک معنی حق زندگی را نقض می کند. مجازات اعدام اغلب علیه ضعیفترین افراد جامعه، فقرا، همچنین اقلیت‌های قومی، مذهبی، خداناباوران و دگرباشان جنسیتی استفاده می شود و در ایران رژیم دیکتاتوری اسلامی از آن برای ساکت کردن مخالفان خود استفاده می کند. جانیان اسلامی حاکم بر ایران بیش از هر کشور دیگری مردم خود را اعدام می کند و به تنهایی نیمی از اعدام‌های جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در ایران 746 نفر در سال 2023 اعدام شده اند و همکنون هم در سال جدید ادامه دارد. به ما کمک کنید تا این اوضاع را تغییر دهیم. باید به دنیا بفهمانیم که در زندان‌های ایران چه می‌گذرد. با همصدایی و کمک یکدیگر قطعاً می‌توانیم این اوضاع را تغییر داده، اعدام‌ها را متوقف کرده و جمهوری نکبت اسلامی را به زیر کشیم. از کارزار علیه اعدام‌ها در ایران حمایت کنید. سرنگون باد رژیم کشتار و اعدام. ژن ژیان آزادی. Woman life freedom. Criminally freehead. حکومت اعدام نابود باید گردد. زندانی سیاسی
آزاد باید گردد. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. مرسی.